बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ما در روز گذشته دیتا تایپ خواندیم و در رن تایم اینیشیالایزیشن انجام دادیم. رن تایم اینیشیالایزیشن به چی معنی؟ وقتی که ما از یوزر چی میخوایم؟ اینپوت. یعنی در یک وریبل باید در رن تایم چی شود؟ قیمت باید ذخیره کنه. ما کدام کلاس استفاده میکنیم؟ نوم د کلاس د اینپوت لپاره. آفرین. اسکینر. با اسکینر چی میشد؟ حالا چی نشته کنم؟ نماینده است. یک نماینده میگیریم. یعنی اینپوت. صحیح یا اس سی مساوی و بعد چه لیکو؟ نیو اسکینر. گود. نیو اسکینر چه دلتا؟ کنسترکتر ده موسرا. اینی کنسترکتر. قیمت اینمی فنکشن یا کنسترکتر چی است؟ سیستم دات ان. آفرین. سیستم دات ان. خود زیاد اون پختنو کم چیزه اوگورم مسائل. چرتا مشکل دارم اونجا تشریح دارم. خب اینمی اسکینر همیشه ناسا چرا؟ خاطر اساس که باز بالا چی امپورت نکردیم. درست است؟ امپورت نکردیم. با خاطر امپورت چی میگه؟ ببین داخلی لاین آلت انتر شو هنتس راه برتان نشان میده. آلت انتر میگه اد کو امپورت فار جاوا دات یوتیل دات اسکینر. این اسکینر کلاس از کجا اومده؟ از کدام یوتیلیتی اومده؟ از یوتیل. جاوا دات یوتیلیتیز. داخل یوتیل ما زیاد کلاس ها را داریم. درست است؟ اگر به شکل خودتان implicitly بلکه خودتان چی میکنید؟ اینجا امپورت میکنید. بار از نام پکیج نوشته کنید امپورت بارزو جاوا دات یوتیل دات. ببینید دو نوع امپورت کردن است. یکی رو میگیم وایلد امپورت، وایلد کارت امپورت. یک رو میگه اسپیسیفیک امپورت. وایلد کارت امپورت به چی معنی؟ که تمام کلاس ها را امپورت کو داخل جاوا دات یوتیل. टूल क्लासुना स्टैटिक से माना मुकम्मल टूल क्लासुना वो यूटिलिटी के मुंग सारा इंपोर्ट का टूल इंपोर्ट का टूल. अगर शुमा में कि नखैर ये लोड ज़्यादा में शबाला जो नियाज़िस तमाम क्लास सारा लोड करें में इन तमाम क्लास सारा भाई माना इन्हें मितावा क्लास आस्ते. अगर स्पेसिफिक में करें मुशख़्ख़स में करें या क्लास इंपोर्ट में करें खलास आले भी बनें इन्हें मी क्लास हम में शना साले एरर न में था. क्लियर? स्कैनर या क्लासेस बखातिर गिरफ्तानी इनपुट एज यूजर इस्तेफादा हमेशा वही ऑब्जेक्ट एज या इंस्टेंस से क्लास स्कैनर एस सी मसवाई ब न्यू कीवर्ड बखातिर साख्तानी ऑब्जेक्ट क्लास स्कैनर एज इस्तेफादा हमेशा व स्कैनर खुद क्लास हम अस्त लेकिन फर्स्ट शोर में कि स्कैनर एक दफ़ा क्लास मिगी एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर मिगी चीज़ खुद क्लास हम अस्त कंस्ट्रक्टर हम अस्त. कंस्ट्रक्टर भाई माना एक मेथड अस्त एक फंक्शन अस्त दाखिली क्लास स्कैनर داخلی که دیگه کلاس بگیره بازو میشناسه. چرا نمیشناسه؟ این خود اسکینر اسپیشل تایپ اف فانکشن است که باز یک کلاس هم میگیره و داخل این کدام کلاسز به نام سیستم اشاره به خود اینمی کامپیوتر است و دات این بچه مانا اینپوت به سیستم ما اینپوت میدیم از طریق کلاس اسکینر. صحیح است؟ خب نماینده از که ساخته شد حالا ما چند وریبل ها را معرفی میکنم. اینا سوال کرده بودن نظیر الله که ما چطور میتونیم اول وریبل ها را مکمل دیکلیر کنیم باز در تایم اینیشیالایز کنیم. اما تو خوبم است شما میتونید به این شکل نوشته کنین int age بارزو بیان sc dot next int semicolon پس ایرا ذخیره کو هر چیز اینپوت که میگیره یعنی next int که میگیره ذخیره کو دا age اینه متام بوده میتونه بازو یک string را دیکلیر کرده بودن یا درست است like username اول دیکلیر میکنه بازو نوشته میکنین که sc dot next صرف next هم بوده میتونه خواست صرف next بیندن اینجا مساوی میکنه میره در کجا در وریبل username که در تایپ ازو چیستا این string است و بر string کدام میتود است از طریق sc کال میشه next. that's it. این طور هم خوب است. خوب اگر ما بگیم این تو باشه بسیار خوب میشه. دیکلیریشن در بالا باشه در اینجا باشه باز بسیار خوب میشه به این شکل. درست است و خوب است که پیام داشته باشین شما پیش از اینکه اینپوت نوشته کنین تا که یوزر بفهمه که ما چرا نوشته کردم. data print ln double quotation میگم برش enter your age. that's it. امیرا کپی پیست میگیریم کپی and then بالا جو یک پیام باشه در اینجا پیست نمی پیست شد. خب در اینجا اندنتیشن هم رات میکنیم. enter your username میگیرم. پس اور اگر خواسته باشین پرینت کنین باز سیستم داتا دات پرینت الین کنین خود وریبل ها را پرینت کنین. صحیح است؟ خب ما میکنم دیگه تا که مکمل شود اینجا خلاص شود system dot out dot print ln
نشته میشه در اینجا your age مساوی با concatenate age. صحیح است؟ باز concatenate امرای string باز برش میگم your username مساوی با باز concatenate نام وریبل ما username بس خلا داخل concatenate نمیشه. ایج جو پرسنتیج تو ایج در چی نمیگیره در بکوشی اینمی ایجا ببینین ما در پروگرامی یک چیز داریم به نام دبل کوتیشن. دبل کوتیشن چی اضافه میشه؟ string. هر چیزی که در دبل کوتیشن اضافه شد با همون شکل پس برتان نشان میده. شما نباید یک وریبل داخل دبل کوتیشن بگیرید، چرا که ما AGE را کار نداریم، قیمت از او را کار داریم. وریبل است امرای string ما که یک پیام است امروز رو کانکتینیت کردیم وصل کردیم. صحیح است؟ بازو پس وصل کردیم کانکتینیت کردیم امرای یک دیگر string است دبل کوتیشن. این پیام است، این را با همین شکل نشان میده. باز کانکتینیت کردیم قیمت خود یوزرنیم ما کار داریم که امرای نمی string برای ما پرینت کنه اوتپوت بده بریم. بیان یک دفعه رن کنیم. ببین ما چی کردیم؟ دو وریبل ها را در اول در بالا دکلیر کردیم، بازو در رن تایم اینیشیالایز کردیم. اونها را باز پرینت کردیم، این اوتپوت از را به دست میاریم. رن فایل. استاسو ګوره دلته اول کې مونږ ته پیغام راځي د غزي کې ګوره پیغام راغی دا یوزر فرندلی شولک یوزر په پویږي د سوالي کما لایک ولیکې ایج انټر دلته راغی بیا دا توي پیغام انټر یور یوزر نیم اینڈ نیکسٹ sc.next یوزر نیم کې وځه خیر شي انټر یوزر نیم انشته مې کنم انټر کې مې کنم چې مې شا اوتپوت مې ته وایو امرای string دایا کلاین your age مساوی با سی خود سی ایج وریبل است که کانکتینیت شده امرای string و بعد از اون کانکتینیت شده امرای دیگر string بعد از اون کانکتینیت شده امرای یوزرنیم وریبل. کلیر؟ خدا چې ته اول ټول ډیکلیریشن پاس وکې دا بهترین کار دی. بیا ګډوډي نه راځي دلته ډیکلیریشن یو ځای کمنټ استعمال کړه دلته په دغه ځای کې کمنټ استعمال کا پاس چې declared all the variables. That's it. نشته میشه چه initialize all the variables in runtime. That's it. باز کامنت نشته کن کامنت بسیار خوب است خان printing all the values تمام قیمتای وریبل ها را ما چه کردیم all the values of variables. That's it. کامنت تشریح میکنه آسانتر میسازه. حالا اگر شما کامنت بخوان مطمئن باشین ایره نخوانین کامنت بخوان میفهمین به چی معنی کامنت زیر بخوان میفهمین شما که به چی معنی. درست است؟ خوبی خود درس گذشته بود که شما سوال کردین که ما اول دیکلیریشن کنیم یا اینیشیالایزیشن یا هر کدامش دیکلیر کنیم بعد از او جدا ما چی کنیم اینیشیالایز کنیم. بازم مشکل نیست لیکن خوب است که شما در بالا یک دفعه دیکلیر کنین. خب وریبل فهمیدین شما دیتا تایپ ها را فهمیدین شما تقریبا در هر دیتا تایپ ما در رن تایم قیمت دادیم. اوس مونږ یو بل ټاپک ته راځو and that is operators. صحیح است operators. په تور مثال اگر ما د اینجا وریبل ها را میگیرم like double salary مساوی با اینمی سالری شد 5000 ذخیره شد. باز برش میگم double like transport allowance مساوی با 400 double net salary یا total salary مساوی با چی باشه خود salary جمع transport یعنی با این معنی transport allowance about the system dot out dot println and then net salary. That's it. ببین در این پروگرام ما چی کار کردیم یک عملیه را اجرا کردیم. ببینین salary جمع transport allowance یک وریبل است یک قیمت داره ما هر دو را جمع کردیم به این معنی یک آپریشن انجام میشه اینجا اجرا میشه عملیه اجرا میشه. عملیه چی عملیه است عملیه جمع اینمی را ما آپریشن میگیم. اگر ما آپریشن ببینیم در کدام چیزها موجود هستند یا اشتراک کردن یک وریبل است یک آپریتر است علامت جمع است باز یک وریبل است. یعنی به این معنی اگر شما در پروگرامینگ عملیات اجرا میکنین
باید اجرا شوه. شما باید چی کنین؟ آپریترها را باید فهمیده باشین، یعنی آپریترز. کلیر؟ ما یک داریم آپریشن، درست است؟ در آپریشن ما چی داریم؟ بطور مثال ما نشته کرده بودیم سالری پلس ترانسپورت. خب تی ای نشته میکنم، تی الاونس، به این معنی که یک ویریبل است. صحیح شد؟ یک آپریشن است، یک عملیه است. در این عملیه ما چی داریم؟ یک آپرین داریم، آپرین به نام سالری. آپرین امو ویریبل میگه که در یک عملیه بالای از یک عملیه اجرا میشه، در یک آپریشن بالای از آپریشن اجرا میشه، عملیه اجرا میشه. خود سالری یک قیمت داره، آپرین به نام آپرین شناخته میشه. خب بالای چی است؟ ای آپریتر است. بالای از ما چی داریم؟ یک دیگه آپرین داریم. یعنی آپریتر کس بالای دو یا بیشتر از دو آپرین عملیه را اجرا میکنه. ده آپریشن نمون سر پس آپریشن جو سالری پلس ट्रांसपोर्ट अलाउंस कदी ऑपरेशन दमूंगा गुरुमुख सारा ऑपरेंट दे बरे ऑपरेशन के ऑपरेटर दे बे ऑपरेंट दे मुख सारा खूब अगर वही शक्ल बाशा बास छे बताओ सलाम ऑपरेशन में कम 30,000 माइनस 300 ये हम एक ऑपरेशन है लेकिन इन बार मा नाम वेरिएबल निश्चित न करें मुस्तकिम साबित कीमत निश्चित करें इरामा में गेम वक्त के साबित कीमत आमद इरामा ची में गेम लिटरल अमो कीमत अमेगा साबित कीमत है कांस्टेंट वैल्यू कीमत के शुमा खुद तान मुशखस करें निश्चित करें बुरा माल लिटरल में गेम एक ऑपरेशन दुरुस्त है बाज़ चीज़ था बाज़ ऑपरेटर है बाज़ एक लिटरल है लिटरल बेईमाना के साबित कीमत है मालूमदार कीमत है कल कीमत मालूम शो तावुले कच 1,000 अदद दिवुले की कीमत आगे तमुंगा लिटरल वाल बाद लिटरल ने चंद नवास्तन इकुदाम लिटरल है कुदाम नवादद है बिदुनी अशारी चिमेगा बरेजी इंटीजर्स या होल नंबर्स इरा ममेगिम इंटीजर लिटरल ये हम इंटीजर लिटरल है सही है अगर अशारिया ब्या बाज मच में गेम फ्लोट या डबल लिटरल कीमत साबित है कि दाए पे एजू चीज ना एजू चीज था फ्लोट या डबल है ये एक लिटरल शिट शुमार करम कदम है ताने बतौर मिसाल सैलरी ये हम एक ऑपरेशन है डिवाइडेड बाय 5 हो एक लिटरल है या हम ऑपरेंड है या लिटरल प्लस ऑपरेंड दैट्स इट दोनों ऑपरेशन है और ये बेबेन अगर ما एक अमलिया इजरा में कनेम ऑपरेटर अगर ना बाशा ما अमलिया इजरा कदम है ताने ना खैर वखतजुमा ऑपरेटर आ रहे खाने मुक हर रकम अमलिया इजरा को बाद ऑपरेटर ने मालूम हुई उसको गोरा कचेरता ऑपरेटर नहीं दिलता मुक फैसला कवल शुदा द्वाड़ बस की सना ना फैसला नहीं कवल था अमल नहीं इजरा की जवाब नाराजी था तो सही नुखदा च ऑपरेटर भी उस ऑपरेटर ने 100 रकम दी सनमीगी दे बाने बाद मुक पूछ जब ऑपरेशन को देर तर से रकम बाजी राजी की अमली दी बाजे मंतकी अमली दी देर ज्यादा ऑपरेटर सो व्हाट इज ऑपरेटर ऑपरेटर से माना लरी ऑपरेटर से शायद खास तारीफ न लरी अच्छी है वेरी गुड ऑपरेटर इज अ सिंबल एक अलामत है सिंबल है अलामत है सही है ये चला न खला अलामत कि चिकार इजरा में करना ऑपरेशन इजरा में करना बअसास खुद इनमु ऑपरेटर Yes, is a symbol used to perform operations. Operation है इजरा में करना. All मादा हर programming languages operator है ज़्यादा दारिम. मादा चंद कैटेगरी इरा तकसीम में करना. दुरुस्त है. बैन मुस्तकिम निश्ता करने में operator आ रहा. कुदाम हाँ बुदंद C++. Arithmetic operator. Arithmetic operators. Assignment operators. Very good. Comparison मुकाइसवी खूब बस के शुमार कुल तान जवाब देते हैं हाँ वालिज़ु अफरीन इंक्रीमेंट या हम डिक्रीमेंट वालिज़ु लॉजिकल ऑपरेटर्स शुमा शायद कज़ार ना में बने घर वाके इस्तेमाल बस नहीं शुमा के मेंगे बस खो बस है खो खलास नशर
नेक्स्ट بسیار دلچسب است واقع هستن بارزو که یک که مانده آپریتورها که مانده نه او خدا مساوی دو مساوی که میاد چی میاد کمپریزن خب کمپریزن یک دیگه نام گرفته میشه برای زو میگه ریلیشنل آپریتورز یا مقایسه ای هم برش میگه نه یک تا مانده ده اینجا yes compound assignment صحیح بود assignment operators بین که شکل زور ببینید کدام آپریتر هستند. خب ارتباطی که شما میفهمید نه چهار عملیه که داریم جمع منفی ضرب تایمز یا دیویژن تقسیم بعد از او مادیولس یا ریمایندر ما نام زور نشته میکنم تا که زیاد شما ایرا یاد بگیرید صحیح ریمایندر یا هم مادیولس برش گفته میشه باقی مانده چی ورته خب بعد از او اساینمنت آپریتور هستن نه خب اساینمنت آپریترز هستن آپریتر است ما یک تا نشته کردیم آپریتر به این معنی یک تا است کدام است اساینمنت آپریتر اینیشیالایزیشن که میکنه یس سینگل ایکوال صحیح است ببین ما پروگرام چی کار کردیم در اینجا 5000 ذخیره کردیم در سالی از طریق چی از طریق یک آپریتر که بنای مساوی است ایکوال اساین میکنه مشخص میکنه قیمت از طرف راست به طرف چپ مساوی علامت که نباشه شما نمیتونید که قیمت ذخیره کنید در یک وریبل صحیح است بار اول که شما قیمت ذخیره میکنید باید علامت مساوی باید باشه و باید ببینید ترانسپورت الاونس یک وریبل است در ما 400 ذخیره کردیم از طریق اساینمنت آپریتر اساین کردیم مشخص کردیم ذخیره کردیم باز چی شد در نتیجه مساوی میشه اول مساوی نمیشه اول عمل اجرا میشه عمل که اجرا شد یعنی قیمت سالری و ترانسپورت الاونس هر دویشان که جمع شدن مجموعه از اون ذخیره میکنه از به طرف چپ از طریق اساینمنت آپریتر و ذخیره میشه در وریبل نت سالری درست اساینمنت آپریتر که نباشه شما اینیشیالایزیشن کرده نمیتونید خب ما در اینجا میگم در دیزاین مود یک در رن تایم است در رن تایم شما مساوی رو خونشته نمیکرده نه از یوزر اینپوت میگرفتیم او به شکل اتومات میشه بعد اینجا برات میگم شما میتونید با یک وریبل یک قیمت اینیشیالایز کنید اساین کنید یا با یک وریبل یک باز اجرا شدن یک عملیه و جواب از رو شما اینیشیالایز کرده میتونید ذخیره کرده میتونید در نت سالری دتس ایت خب آپریتورها که هستند بسیار مهم هستند اساینمنت آپریتر بعد از اون ریلیشنل کمپریزن کدام ها بودن بالکل greater than بعد از اون greater than or equal to less than and less than equal to درست است بعد چی بود double equal یک ایکوال نه باز اساینمنت میشه double ای کمپریزن ایکوالیتی را وجود میاره تناسب وجود تناسب میگه ایکوالیتی خب خیر است مشکل نیست خب بعد not equal to these are called relational or comparison operators clear خب بعضی کدام هستن increment decrement بچی مانا yes like plus a یا a plus درست است یا ما میگیم minus a صحیح است بعضی برش میگم a minus اینا ما میگیم increment هر دویشان increment هستند درست اینو ما پایین میاریم که تا که واضح شود اینجا اینو میره بالا میاریم اینجا میاریم و ایره هم در اینجا حالی درست میشه اینو میره که پیش به این معنی که یک اضافه شود امرای قیمت A فکر کنین فرض کنین قیمت A است 20 یک اضافه میشه امرای 21 میشه درست اینجا چه میشه امرای 20 یک اضافه میشه بازم 21 میشه اینو میره ما میگیم پیش که جمع آمده یا پیش یک که اضافه میشه امرای قیمت A اینو ما میگیم پیش انکریمنت اضافه شده انکریمنت صحیح است و این کدام است بعداً یک اضافه میشه و این معنی که پست انکریمنت است درست است و باز اینو ما چی میگیم دیکریمنت صحیح است و بعد از او A minus بچی مانا post decrement
هدف یزو یا یک اضافه میشه یا یک هم کم میشه. درست است؟ این در وقت خود انشالله ما مثال کار میکنیم. درست است؟ بازو لاجیکل آپریتور هستن. کدام ها بودن لاجیکلز؟ یس. اند که بود نه، برای اند کدام آپریتور استفاده میشه؟ دبل امپرسنت ساین. دبل امپرسنت ساین. سیز پایپ ساین یعنی آر، یعنی به این معنی که برای آر که شما که آر میگین اینمی آپریتور استفاده میشه. خب قوسال اینجا مهم نیستن، خواه داخل قوس آپریتور است. تمام مثال په خاطر لیکل ہے د سیده سره اند معنا د آپریټرز دي. د آپریټر په معنا د اند دي او د آپریټر په معنا د ار. دا آپریټر نشته ښه د سیده اینه متوسط باریزو نات خود نات است به این معنا که نات یعنی نمی نات است. کلیئر؟ دیز آر کالد لاجیکل آپریټرز. ما مثال کار میکنیم بخیر دی. बाजू कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हसन. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बही माना कि अलामत जमा अमराय मसावी यानी अमराय असाइनमेंट ऑपरेटर मो अरिथमेटिक ऑपरेटर यकजा कार में करें. वक्त के अरिथमेटिक ऑपरेटर व असाइनमेंट ऑपरेटर यकजा आमदन इरामे गिम चे हस्तन कंपैरिजन या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सॉरी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बाजू मल्टीप्लाई एंड यानी ज़र्फ मसावी तकसीम मसावी बाजू ची माया मॉड्यूलस एंड इक्वल. सीएस तमाम नाम हो रहा है करीब यक ऑपरेटर दिगाम हस्तन यक नाव और हम के बिट वाइज ऑपरेटर्स. हदफ है बिट वाइज ऑपरेटर चीज मॉड मिसाल कार में करें. बिट बच्ची माना बिट, हाँ बिट बच्ची माना बिट ना जे लफ्जी माना ना बोला सर कम कीमत दे बिट हुकुम शक्ल के रागले वेरी गुड बाइनरी. दिस इज द आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 should get combination. बिट बिट या सिफर या यकस बिट बाइनरी डिजिट नंबर इस गुफ्ता में इची कार में कना इन्हें बिटवाइज ऑपरेटर हा शायद as लॉजिकल ऑपरेटर कार गिरफ्तार शवा, शायद as कंपैरिजन कार गिरफ्तार, शायद as मसावी कार गिरफ्तार शवा. लेकिन ये ऑपरेटर की जोरमेशन as या एक as इस्तेफादा में करें ताकि बालाय बिट ऑपरेशन इजरा करना अमलिया इजरा करना बालाय अजू अमलिया इजरा में करना बालाय बिट सिर्फ बिट शुमा अदद निश्चना में करें. خب اول عدد نشته میشه از او بیت معلوم میکنیم بالای بیت یک عملیه را که اجرا میکنیم این رو میگیم بیت وایز آپریتر. بیت وایز آپریترز استفاده از چی است؟ چرا ما دا بیت کنورت کنم بالای از او عملیه را اجرا کنم؟ میفهمین چرا؟ شاید شما پروگرام بسازین که عدد از یک عدد نشته میکنین 65 از او براتون بیت معلوم میکنه کنورت میکنه برای از او بسیار خوب است. شما که کنورژن اجرا میکنین از بیت با डेसिमल با باینری با डेसिमल हेक्साडेसिमल این تمام چیزا برای از او عملیات های بسیار خوب است که شما دای کار کنید. یک عدد نشته میشه 101 یا میگه 105 505 ایرا با صفر تغییر میتین شما چطور میتین سری که بیت وایز اجرا کردن میتون مشکل نیست. ایرا باز ما مثال کار میکنیم ان شاء الله. درست است؟ خب دا بالا بیان بسیار آسان است. ایرا خواهش نیاز نیست که ما ایرا بخوانیم. درست؟ اساینمنت اپراتور است. خب ارتماتیک آپریتر دایی کدام نام میفهمین شما؟ مثال اور کیو کو کولای شي صحیح وای ماته چی ها مثال به کو صحیح یو مثال به زر کو صحیح. ارتماتیک آپریترز ارتماتیک آپریتر ادیشن هو شدن ادیشن علامت جمع این رو میفهمین شما مشکل نیست. صحیح است؟ 8 چیز بگیرین مضامین بگیرین نمرات جمع کنین در وریبل توتال در ان تایم بگیرین هیچ مشکل نیست. عالم طرف منفی خب بجای سالری چه سالری باشه یعنی بجای معاش است بجای ترانسپورت الاونس چی باید باشه टैक्स باشه به طور مثال टैक्स 400 میده. درست؟ اول چی باشه که نت سالی معلوم شه نت سالی خالص معاشتان صحیح است. فاینل سالری چند میگیرین شما معاش خو میگیرین टैक्स از پیشتان گرفته میشه پس مالیه شما میدین. صحیح است. این باید چی شوه از معاش منفی شوه टैक्स माइनस टैक्स
از معاش که 50,000 است 400 که منفی شد هر جواب که آمد یا هر چیزی که باقی میمانه در کجا ذخیره میشه؟ در نت سالی ذخیره میشه. صحیح است؟ رن فایل کنید. از 50,000 که 400 منفی شد چی جواب میاد؟ 49,600 اشاریه صفر چرا که دبل است اشاریه را میکنیم در ضرب میکنیم مثال. صحیح است؟ در ضرب چطور میشه؟ ما در نمیجا برش میگم که پر آیتم پرایس مساوی با یک چیز شما آوردین یک کامپیوتر با 40,000 چند تار آوردین؟ ما میگیم 4 تار. صحیح است؟ اینجا میشه کوانتیتی مقدار ازو یعنی پر آیتم پرایس یک قیمت یک کامپیوتر 40,000 است قیمت 4 کامپیوتر چند میشه توتال قیمت نشته میشه در اینجا که توتال پرایس. خب نام وریبل تغییر میده. صحیح است؟ توتال پرایس. توتال پرایس چی باید باشه؟ یا پر آیتم پرایس دیوشی قیمت ضرب quantity نمی quantity ماشو درست quantity per item اینمی اضافی است نه per item price مشکل نیست نام ویریبل اشتباه است یا تو کار میکنم copy and paste that's it و در اینجا هم چی باشه باید total price that's it. خب یه یک ساده مثال است درست شما هدف پروگرام نمی ما چیست که شما عملیه ضرب که چطور اجرا میکنید. صحیح است؟ رن فایل کنین چند جواب میاد 16 چی است 1,60,000 کلیر. باید چی هستند اینجا ما برش میگم که توتال پرایس برای ما معلوم است یعنی توتال پرایس برای ما معلوم است توتال پرایس. صحیح است؟ توتال پرایس یعنی با 40,000 شما چرا آوردین میز آوردین چند تا میز بودن بطور مثال 20 تا میز. صحیح است؟ قیمت یک میز چند است. خب این مثال است درست اما میگم که پر آیتم پرایس آله معلوم کو پر آیتم پرایس مساوی با چی باشه باید توتال پرایس تقسیم چی باشه باید کوانتیتی باشه کوانتیتی و در اینجا باید چی معلوم باشه پر آیتم پرایس. رن فایل میکنم یعنی عملیه را اجرا میکنم پس هر چیزی که میایه او را ذخیره میکنه پر آیتم پرایس یعنی میشه پس 2000 ضرب 20 کنین پس همون چیز میاد درست است. حالا میم طرف مادیولس یا ریمایندر باقی مانده را که پیدا میکنه یک مثال کار میکنیم در اینجا. خب نیاز به اسکینر است حاله نیست نه ما را کمیت میگم ما برش میگم بطور مثال end. صحیح است end value 1 مساوی با چند است 44 end value 2 درست است مساوی با 2. در ماد چی میگیم ماد یعنی یک دیگه وریبل میگیریم با نام ماد با معنی مادیولس ماد مساوی است با چی value 1 تقسیم شود بالای value 2 و هر چیز که باقی ماند او را ذخیره کنه در ماد وریبل. فکر کنید شما 44 کتاب دارین بالای 2 نفر تقسیم کردین پورا تقسیم میشه نه چند میرسه 21 صفر کتاب مانده صفر ذخیره میشه باقی مانده را پیدا میکنه تقسیم میشه باقی مانده را میبینه که چی مان اگر پورا تقسیم شده خب صفر میمانه صفر ذخیره میشه در ماند درست است. اگر کتاب چند شدن 45 کتاب هستن بالای 2 تقسیم میکنین خب شما نمیتونین که باقی مانده را در اشاری پیدا کنین این غلط است درست 45 کتاب هستن بالای 2 نفر تقسیم شد. صحیح است. خب چند میرسه 22 اشاریه 5 نخیر ما که تقسیم نمیکنیم ما باقی مانده را پیدا میکنیم و باقی مانده باید اشاری نباشه و بار روی اینتیجر هم است اینتیجر اجازه نمیده که در اشاریه براتون جواب داده شود. صحیح است راوند اپ میشه بالکل یک باقی میمانه نه این اضافی میمانه ریمایندر است ریمایندر باقی ماند
یک میمانه، تقسیم شده نمیشه. صحیح است؟ یک چی میشه؟ ذخیره میشه در مال. ده یک مثال هم کار میشه. باز ما مثال کار میکنیم در کنترل ستمنت که رسیدیم بخیر. مثال زنده را میکنیم باز. درست است؟ آیا جواب چند می اگر من رن فایل کنم؟ یک باقی میمانه نه؟ خب چرا نه آمد یک دکه؟ یو دکه چند چه پختانه بوشی اگر جواب راکی ولی یو جواب را نکه پرینت نشو ولی دیگه ذخیره شوه یو خو ما ته پرینت کړی نه ده ولی ما خو پروګرام کړی تر دې ځې پورې آیا زما پروګرام پوره ده فکر وکړه ګوره ویلیون کې قیمت ده 45 په دوه تقسیم که باقی پاتې شو ځکه ذخیره شو ما ته ولې نه ښیي ولې نه ښیي ولې نه ښیي سیستم ډاټ آوټ کوله پرینټ کړی ما صحیح دا کوم سوال نه کړم چې ځین تر دې دا به کوم خاصه خبره یې پوښه مونږ آوټ کړی سیستم ډاټ آوټ پرینټینګ خدام خدا ښه تاسو دا لري خولو لپاره د سویک اپ پورا پروګرام به لیکي کنه خپل خونه لیکل کیږي کنه ته چې نه غواړې ته خو ته هغه ورکای کنه کمانډ ورکای سیټ اف انسترکشن کې نشته مې کنه ما نشته مې کنه امر ما وې تم با کمپیوټر کې نمی کار با کدام طریق اجرا کنه خب باید آوتپوت هم برش مشخص کنه یک کلیر گود اوکی میایم به طرف next operators کدام ها هستند اساینمنت خوشدن بسیار آسان است هیچ مشکلی نیست دی در آینده اگر ما کدام عملیه را اجرا میکنیم شما باید در ذهنتان باشه که چه کار اجرا میکنین خلاص مادیولس یا ریمایندر میگه علامت فیصدی گفته میتونین خود اصل ریمایندر یا مادیولس است اساینمنت هم شد قیمت ذخیره میکنه از طرف راست به طرف چپ در یک وریبل یا قیمت دیگه وریبل هم ذخیره کرده میتونین کمپریزن اپریتر خوب است که پیش از این کمپریزن ما چرا بخوانیم اینکریمنت دیکریمنت خوانده شود یک شما میگفتین با مو شکل با مو ترتیب ما هم نشته کردم صحیح است اینکریمنت دیکریمنت با چی معنی یا اضافه کرده یا کمی بالکل صحیح است یک چی میشه اضافه میشه پیش از قیمت A باشه جمع جواب معنی یک اضافه کردن است و بعد از قیمت A باشه بعد معنی به معنی چیست هدف از اون که یک باید اضافه شد امرای قیمت A انکریمنت دیکریمنت انکریمنت پری انکریمنت و پوست انکریمنت دیکریمنت هم با مو شکل است یک کم شوه از چی از A قیمت A درست است و در اینجا از قیمت A چی کم شوه یک کم شوه باید اینو ما میگیم پوست دیکریمنت پری انکریمنت همون طرز پری انکریمنت است دیکریمنت است وही هم پوست دیکریمنت است درست بین یک مثال کار کنیم یعنی میگه خب ویلیو 1 چند است در اینجا قیمت ویلیو 1 چند است 45 ما برش میگم که جمع ویلیو 1 سمی کولن اگر آل ما ویلیو 1 پرینت کنیم جواب ایدو چی میاد د ویل 1 قیمت څومره ده یو اضافه شو د ویل 1 سره یعنی د قیمت سره څو شول شپږ سره جواب داده درکی درست است خب اگر ما این میرا بیاریم و ایرا پری انکریمنت بودنه پیشتر حالا پوست انکریمنت می سازیم چی جواب میه بیا ما شپږ سره کېږي بیا وای د صحیح وای وجولا صحیح وای ته ځکه وای چې هغه وای نه وقت هم جوړې استاد کړل یې سره کوم مخکې هغه مثبت یو جمع کې کو پاس هم سره ما یو جمع ما نه چې ته پوهې کنه خو بیا هم کار یعنی سره کار اسانه کوي کنه ها کوم نیت چې د مولا هغه زما چې نیت ځنه کنه بیا the answer will not be changed clear بازم 46 باید بیا درست است بین دیکریمنت چی کار میکنیم بین اینجا ماینس ویلیو 1 چند جواب میاد 44 یک کم میشه از ویلیو 1 صحیح است این است پری دیکریمنت اگر یہ پوست دیکریمنت بسازیم باز رن کنیم این میرا باز برای ما باز ما جواب میده خب یک چیز است این به خاطر چی خوانده میشه خب هدف از چی است اگر شما در آینده لوپ شروع کردین خواندین این چیزا بسیار مهم هستند در لوپ بخیر اصل هدف لوپ در جاوا است
اینجا شما ریل اگزمپل ها رو میبینین بخیر. اگر این نخوانین شما نمیتونید ریکارد ها رو بگیرین و بیارین اضافه کنین از دیتابیس. اگر میخواین که از دیتابیس معلومات رو بگیرین ما براتون نشان میدم پرکتیکلی. این رو باید یاد داشته باشین. ما میفهم ما تیز روان هستم چرا که کمی کانسپت دارین شما خوب است. صحیح است؟ خصوص یک کمی تیز روان هستم اگر نه زیاد تشریح داره میشه دیگه. بین خب یک مثال دیگه هم براتون میگم هدف یا معنی از او چی است؟ این به چی معنی value 1 minus در اصل طور است که از value 1 اگر ما یک کامنت بگیرم و همون جواب که به دست بیاریم چطور آورده میتونیم؟ از طریق value 1 مساوی به value 1 منفی 1 به این معنی است. صحیح است؟ باز هم جواب براتون داده میشه. رن فایل هدف ما از یک منفی کردن از قیمت value 1 است. درست؟ یا اگر یک کامنت بگیریم با کدام دیگر طریق داره؟ هدف ما اگر یک کم کردن باشه یک منفی کردن باشه value 1 compound assignment operator minus من decrement میکنم درست مساوی با یک باز هم چیز است به این معنی اول عملیه اجرا میشه value 1 minus 1 is equal to value 1 به این معنی از قیمت value 1 که 45 است از یک منفی میشه اول عملیه اجرا میشه هر چیزی که باقی مان یعنی 44 میمانه نه یک که منفی شه او را پس ذخیره میکنه در value 1 جواب بازم چی میاد 44 میاد value 1 یا وریبل دلته تو ویل شورت مثال زده شورت اما چی a دا خو وریبل نوم ده کنه وریبل ده هر نمبر کارشه خب ما چیزا نخوانیم نیمینگ رول اف وریبلز خودتان میفهمین وریبل کدام نام داشته باشه درست است اول کاراکتر از چی باشه باید اول نام اول حرف که میاد چی میاد علامت که میاد باید حرف باشه عدد باید نباشه اسپیشل کاراکتر نباشه فاصله بین نام وریبل باید نباشه ریزرورد باید نباشه کیورد دیگه طور مثال انت است یا پابلیک است شما نشته کنید انت مساوی با 45 نه خیر باید چی باشه یا کیورد باید نباشه ریزرو باید نباشه یه اسپیشل کاراکتر نه سوالیه علامه انت سوالیه علامه سلیخ متاثر نمونی یا با معنا نمور داره اول طوره باید حرف وسیگی بس درست است هر چیز بوده میتونه مشکل نیست نام وریبل خوب است که با معنا نام باشه هر سه شان یک معنا دارن درست خب در اینجا ما یک چیز براتون میگم پلس a آل میگین جواب چند میاد 46 میانی اگر ما اینکریمنت از اینجا برداریم و اینجا بیاریم کدام فرق میاد اینمی سیستم دات پرندلین داخل از ما میتونیم یک عمل اجرا کنیم جمع a یک اضافه شو امرا a جواب چی میاد 46 میانی 46 میاد خب ما کدام اینکریمنت اجرا کنیم پری یا پوست پری اینکریمنت ما ایره میاریم پوست اینکریمنت کدام فرق میاد بله میاد نه میاد راضی نه راضی فرق راضی نه راضی فرق 46 نه راضی 46 کی گفت که نه میاد ها و درست گفت 45 درست است این بار ما وجلار میگه که چرا شاید شنیده باشه در پروگرامینگ زود جمع میشه ولی نشان نمیده اگر سیاد دیگه بگیریم بعد زود نشان نمیده سیاد بگیریم شما سی پلس پلس هستین very good very good excellent اول چی میشه سیستم دات پرندلین میگه که ما ای را پرینت میکنم قیمت ای را بعدن باید یک اضافه شد خب یک دفعه که پرینت شد باز اضافه میشه و نشان داده نمیتون این ما چطور مجبور بسازیم که چرا نشان بده که یک دفعه یک اضافه شد و باز قیمت ای را نشان بده خب این کدام مشکل نیست خواه چرا که سیستم دات پرندلین که است اول قیمت وریبل نشان میده خلاص عملیه برای از مهم نیست که عملیه بعدن اگر اجرا میشه اضافه میشه نشان داده شود یا خیر اگر ما بیم بسیار خوب گفت جولا اگر ما آل سیستم دات پرندلین بگیریم چی میشه باز آل برای ما باید نشان داده شونه قیمت ای را ما پرینت میکنم درست است اگر ما بیایم در اینجا
अगर मैं इनमी प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वसा चंद जवाब में आया हाँ सिर्फ शपक से लिख राजी चल 5 चल 6 شپږ څلوېښت ته د ښکاره کوي بعضې کې څلوېښت نه استاد بچ خاصه کې وسره دا صحیح دا خپل جواب ځان سره وساته رزلټ به وګورو شما چې جواب مې خب شما انالیسیس خودتان کنین نه جواب راځي ها دوا جواب کوم کوم یو دی استاد 15 سره کوي بیا شپږ سره بیا یو بیا 15 سره بیا راځي درې ځله نه دوا ور 15 سره کوي دو ځله 15 سره ها یو استاد یې شپږ سره یو ځل دو ځله شپږ سره یا ور استاد یا ور 15 سره کوي بیا شپږ سره کوي صحیح ده مشکل نشته جواب مې بنیم ښه رن فایل ما میگم چې مې 15 سره شپږ سره بیان کې ببینیم قیمت A چند است 45 خوب آسان است ها آسان است چیزی که شما اکثر گفتن که 45 ماه 46 ماه درست است صحیح است چرا ماه اینمی چیز مهم است ها قیمت A 45 است 45 امرا 45 یک اضافه میشه خو سیستم اول دفعه چی میکنه اینمی را پرینت میکنه 45 بعدن یک جمع میشه این 45 پرینت میشه یک دفعه به این معنی اینجا چی آمد 45 خب بعدن چی میشه یک اضافه میشه خب ایره که نشان داد بعدن یک اضافه میشه در اینجا خب ای را پرینت کردین ای امو ای است لیکن پیش از اینمی ای که پرینت شد 45 امراض یک اضافه شده اینمی برای ازو پری انکریمنت است برای ازو پوست انکریمنت است به این معنی در اینجا باز جواب چی میاد 46 رن فایل 45 46 کلیر خب این بود انکریمنت اند دیکریمنت وقت ما تمام است در آینده بخیر میریم طرف کامپیوتر څنګه دسه دا ما وایي سیستم یو خاصیت لري سیستم پرنٹ الین هغه وایي د A قیمت پرنٹ کا یو دمه پرنٹ کی روسته ګول شي او جمع شي جمع کی خو روسته دا خو دلې نشي صحیح ده اټس انف فار ټوډے